یکی از روزهای نوامبر 2011 توی ایالت نیوجرسی آمریکا یه سارق سابقه دار که سابقش هم دزدی از منازل بوده به یکی از محله‌های اون منطقه نقل مکان میکنه. اون یه مدت اکثر خونه‌های محله رو زیر نظر داشته، از وضع ظاهری اون خونه تا تعداد اعضای خونه و حتی قدرت بدنی مرد خانواده. چند تا خونه رو که از نظرش فرصت‌های خوبی بودن تحت نظر داشت و کم کم داشت نقشه ورود به یکیشون رو طراحی میکرد. اما یه روز که به فروشگاه میره، یه خانومم اونجاست که داره با فروشنده صحبت میکنه و راجع به تنهاییش و مرگ همسرش حرف میزنه. از حرفای اون خانوم میشد فهمید خیلی تنهاست و حتی خواهر و برادراش هم به ندرت میبینه. اون شخص یه خانوم 35 ساله به نام سوزان نیکلسون بود که یه پسر بچه 11 ساله هم داشت و ظاهراً شوهرشو به خاطر برق گرفتگی از دست داده بود و با پسرش توی یکی از خونه‌های همون محله زندگی میکرد. سارق بعد از شنیدن این حرفا تا خونه دنبال اون خانوم رفت. خونه اون خانوم نزدیک همون فروشگاه بود و تعقیب کردنش کار سختی نبود. سارق از وارد شدن سوزان به خونه که مطمئن شد، چند لحظه اونجا موند تا یه بررسی کنه و میبینه یکی از پنجره‌های رو به خیابون اون خونه نیمه بازه. سارق بعد از بررسی اولیه میره تا یه نقشه‌ای بکشه. نقشش هم زیاد پیچیده نبود و همین بود که صبر کنه تا همه خوابشون ببره و از همون پنجره نیمه باز وارد خونه بشه. با استرس زیاد از اون پنجره نیمه باز داخل خونه رو دید میزنه. ساعت 2 شبه ولی سوزان هنوز بیداره و داره الکل مینوشه و تلویزیون تماشا میکنه. سارق مجبور میشه بازم صبر کنه تا سوزان کاملا خوابش ببره. خیلی طول نکشید تا سوزان روی همون مبل خوابش ببره و تلویزیون روشن هم باز شد تا هیچ کس متوجه هیچ صدایی از ورود دزد نشه. ارتفاع کم پنجره از خیابون هم کار رو راحت تر میکرد و دزد به راحتی آب خوردن وارد یکی از منازل نیوجرسی شد. بی احتیاطی های پشت سر همه این زن باعث به وجود اومدن این اتفاق شد و اینجا قضیه یکم خطرناک میشه. پسر بچه از صدای تلویزیون و باز و بسته شدن کمودا بیدار و عصبانی میشه و میاد که تلویزیون خاموش کنه، متوجه میشه یه نفر تو اتاقه. بدون اینکه سر و صدایی کنه خیلی سریع و آروم مادرشو بیدار میکنه و میخوان که با هم از خونه خارج شن و به دلیل طولانی نشدن ویدیو و همچنین زمان زیادی که برای ساخت این ویدیو لازم بود، ادامه این ماجرا را قسمت بعد خواهید دید.